در سوره تحریم آیت 10 الله تعالی و کافر زنها دو زنی را مثال آورد. گفت که ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. به این ضرب المثل ها گوش اندازید. در قرآن زیاده از 40 ضرب المثل هست. الله تعالی ضرب المثل زد برای کافر زنها، زنی نوح علیه السلام و زنی لوط را، دو زنی پیغمبرها را. کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینا در زیر دو بندگانی از بندگان ما بودند، در زیر فرمان آنها بودند، در زیر نکاح آنها بودند. تحت، کلمه تحت را اهمیت دهید، یعنی اینها در زیر این دو بندگان صالحین ما بودند. یعنی همسری آنها. این دلالت میکند که مرد صاحب خاندان هست، مرد حاکم خاندان است، مرد راهبر خاندان است، نه زن. کانتا، همین دو زن در زیر دو بندگانی از بندگان صالح ما بودند، یعنی نوح و لوط. فخانتاهما، اینو خیانت کردن. مراد خیانتی جنسی نه، خیانت دینی کردن. دین این پیغمبرها رو قبول نکردن. فخانتاهما فلم یغنی عنهما من الله شیئا. دیگه این پیغمبر، شوهراشون پیغمبر بودگیش فایده نکرد برای اینا. از الله تعالی یگان چی به حاجت کرده نتوانستند. اگرچه زنی پیغمبر بود، برای آنها گفته شد که وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، شما وارد دوزخ شوید همراهی در آینده ها، همراهی داخل شونده های دوزخ، وارد دوزخ شوید گفته شد. مراد از این آیت چی است؟ در اینجا الله تعالی گفت که الله تعالی برای زنهای کافر دو زنی را مثال آورد، زنی لوط و زنی نوح. اینها زیری دو بندگانی صالح بودند. زیری، کلمه زیری یعنی در زیر فرمان، در زیر نکاح. این دلالت میکند که مرد حکمران است در عائله، مرد بالای زن حق بسیارتر دارد.